اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سلام عرض میکنم خدمت همه شما خوبان، عزیزان، مهربانان، دوستداران کلام الله متعال. الله رو شاکریم از اینکه بار دیگر این فرصت نصیب ما گردید تا خدمتگزار قرآن باشیم در یک دیگر از محفل‌های قرآنی وصال حق در برنامه روحانی قرآن کریم. بنده سلیمانی به همراه همکاران عزیزم در اتاق کنترل احمد جان کارگردان و فرید و احمد منصور از سودان به همراه شما عزیزان هستیم و امروز محمد جان هم به جمع ما پیوسته. چند مدتی بود سفر خارج رفته بود و خوشحالیم از اینکه برگشته به جمع ما، مدیر کل استودیو و بخش کنترل. و در برنامه امروز هم به همراه شما عزیزان برنامه خودمون رو طبق روال عادی پیش خواهیم گرفت در دو بخش. بخش اول روحانی درس جدید این برنامه در صفحه 15 قرآن کریم از مصحف عثمان طاها از آیه 94 سوره مبارکه بقره به همراه شما بحث خودمون رو، درس خودمون رو آغاز خواهیم کرد تا آیه 101 و در بخش دوم هم به مانند برنامه‌های گذشته تماس‌های شما عزیزان و خوبان رو خواهیم داشت در تلاوت درس امروز و هر آن چیزی که در غیر درس امروز برای کودکان و خردسالان میسر باشه که تلاوت میکنن. میان برنامه کوتاه میبینیم، بعد میگنیم از اول این صفحه در خدمت شما عزیزان خواهیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فرمان الهی را اجابت نموده و بدی را با نیکی پاسخ بده. خدمت همه شما خوبان و عزیزان در ابتدای صفحه 15 از کلام الله مجید مصحف عثمان طاها آیه 94 از سوره مبارکه بقره این گونه می‌خوانیم: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقین. قاف علامت ضمه داره. این علامت ضمه است. روی هر حرفی که قرار بگیره صدای امید. این علامت ساکن هست. روی هر حرفی که قرار گرفت به این معناست که اون حرف به تنهایی حرکتی نداره و نیازمند حرکت ما قبل خود است. برای خواندن حروفی که این حرف این علامت روی اونها قرار میگیره یعنی ساکن، باید از ما قبل اون کمک گرفت. از آخرین حرکت ما قبل کمک میگیریم و آخرین حرکت ما قبل رو میچسبانیم به اون حرف. مثل این کلمه لام میشه قل. این همزه هست. الف، این الف اگر این 6 زیرش نبود میگفتیم الف، اما وقتی که این 6 زیرش یا روش قرار میگیره میشه همزه. این هم علامت کسره هست. روی زیر هر حرفی که قرار گرفت زیر حروف قرار میگیره و هر حرفی که علامت کسره یعنی این خط صاف زیرش قرار گرفت اون حرف با صدای ا خوانده میشه. ای نشه، فقط نون علامتی نداره. در احکام نون ساکن ما یک چند قاعده کلی بارها تکرار کردم، بازم تکرار میکنیم. 4 قاعده وقتی که نون رو شما ساکن دیدید یا علامتی نداشت. 4 قاعده مهم داریم که 4 قاعده یکی از اینها باید ادا بشه. اگر شما دیدید نونی علامت نداشت یا ساکن بود، به اصطلاح حالا چرا علامت نداره رو ذکر میکنم. نونی که ساکن بود یا تنوین که همون
نون ساکن هست، باز هم تنوین که خودش یک نوعی از نون ساکن هست، یکی از این 4 قاعده اجرا میشه. یا بعد از نون، همیشه ما بعد از نون ساکن یا تنوین نگاه میکنیم بعدش چی هست. هر جا نون ساکن و تنوین دیدیم به ما بعدش نگاه میکنیم. اگر حرف با بود ما به جای حرف نون میم تلفظ میکنیم، به جای حرف نون میم تلفظ میکنیم و نمیگیم نون دیگه، میگیم میم. مثل کلمه من بعد میگیم من بعده، این رو میگیم بهش اقلاب، قاعده اقلاب. اگر بعد از نون ساکن حرف با آمد ما به خاطر آسانی تلفظ نون رو تبدیل میکنیم به میم و میم تلفظ میکنیم. این قاعده اوله، بهش میگن اقلاب. اگر بعد از نون ساکن یا تنوین، قاعده دوم، اگر بعد از نون ساکن یا تنوین حروف یرملون آمد، یا را، میم، لام، واو و نون که اگر سر هم نوشته بشن میشه یرملون، یکی از این حروف بعد از نون ساکن یا تنوین قرار گرفت، آن هنگام ما چه کار میکنیم؟ ما نون رو تبدیل میکنیم به حرف ما بعدش. نون تبدیل میشه به حرف ما بعدش. البته یک استثناء قاعده یرملون داره که نون در کلمه دیگری باشه، در حرف دیگری باشه و حروف یرملون در حرف دیگری. اگر در خود یک کلمه باشه اون موقع دیگه ادغام صورت نمیگیره. مثل کلمه قنوان، قنوان، ما کلمه قنوان رو نمیگیم قنوان، میگیم قنوان، چون در یک کلمه هستن. این 3-4 تا کلمه بیشتر نیست استثناءاتش. اما قاعده کلی این است: بعد از نون ساکن یا تنوین، قاعده دوم که بهش میگیم قاعده ادغام، بعد از نون ساکن یا تنوین اگر یکی از حروف یرملون آمد، نون یا تنوین تبدیل میشه به حرف ما بعدش که هرچی باشه. این قاعده ادغام بود. قاعده سوم قاعده اظهار هست با ضای خواهر تا. در این قاعده اگر بعد از نون ساکن یا تنوین حرف ما بعد یکی از 6 حرف حلقی بود، یعنی حروفی که از حلق ادا میشن، این حروف رو حرف همزه و ها، های دو چشم، عین و ها، هی جیمی، غین و خا، این 6 حرف همزه و ها، عین و ها، غین و خا، این 6 حرف بعد از نون ساکن یا تنوین آمدن. نون از مخرج خودش ادا میشه، یعنی نون نون تلفظ میشه، نه تبدیل به میم میشه نه تبدیل میشه به حرف ما بعد خودش. و قاعده چهارم بعد پوزش، قاعده چهارم هم قاعده ای هست که ما بعد از نون ساکن یا تنوین هر وقت نه با بود، نه حروف یرملون بود، نه حروف حلقی بود، اون موقع میگیم اخفا میشه، یعنی اون نون ساکن یا تنوین از بینی ادا میشه به همراه مقداری توقف در هنگام تلفظ که بهش میگیم اخفا. اینجا در این مثال ما الان نون ساکن رو داریم، بعدش حروف حلقی. ما در این قاعده بعد از نون ساکن کاف داریم که نه از حروف یرملون هست، نه از حروف حلقی هست و نه از حرف با هست. اینجا اخفا میشه، یعنی نون از مخرج خودش ادا نمیشه، از داخل بینی ادا میشه. به همین خاطر در قاعده های اخفا در مصحف عثمان طاها، شیخ عثمان طاها روی نون علامت ساکن رو نمیگذاره و این رو مخفی کرده، علامت ساکن رو مخفی کرده تا نشان بده که اینجا قاعده اخفا صورت میگیره. خب این چطور تلفظ میشه؟ میشه قل کانت، کانت. در این کلمه ما الان اینجا اخفا داریم، قل بریم بعدی تا اینجا. قل کاف فتحه داره، این علامت فتحه است، روی هر حرف قرار بگیره صدای ا میگیره، مگر اینکه آن حرف مثل اینجا بعدش الف قرار بگیره. هر وقت بعد از فتحه الف قرار گرفت، آن حرفی که روی اون فتحه قرار داره صدای آ میگیره. اینجا دیگه نمیگیم که، میگیم کا، که. دقت کنید این حروف هم حروفی که الف میگیرن بجز حروفی که در اونها استعلا صورت میگیره بقیه باریک خونده میشن. در اینها 8 حرف هستن که پر خوانده میشن. اون حروفی که پر خوانده میشن صاد، ضاد، تا، ظا، غین و قاف و خا و را. این 8 حرف اگر فتحه روی اینها بود بعد از اینها الف پر خوانده میشن، یعنی دهان به سمت بالا باز میشه. در غیر اینها حروف دیگر
پر خوانده نمیشن، دهان به سمت بالا باز نمیشه بلکه به سمت بغل باز میشه. مثلا در این کلمه ما نمیگیم کانت کانت، نه کانت کانت. قل این کانت نمیگیم کانت. این رو باز بیشتر بهش میرسیم. قل این کانت، فتح بعدش ساکنه میچسبه به ساکن. قل این کانت لکم. تا اینجا این الف علامت صاد روش هست، به این معنا که در هنگام وصل خوانده نمیشه. هر الفی که دیدید این علامت نسبه صاد نسبه روش بود، یعنی اینکه در هنگام وصل خوانده نمیشه. لام هنگامی که حرکت نداشته باشه خوانده نمیشه. لام 4 حرف هستن که به این حروف ما میگیم حروف ناخوانا. اگر این حروف هیچ حرکت و علامتی روی اونها نبود خوانده نمیشن. واو، الف، لام، یا که سر هم نوشته بشن میشن والی. واو، الف، لام، یا سر هم نوشته بشن میشن والی. این 4 حرف اگر هیچ علامت و یا حرکتی روی اونها نبود خوانده نمیشن. غیر از این 4 حرف ما حرف دیگری نداریم که خوانده نشه. فقط همین 4 حرفن که اگر هیچ علامتی نداشت خوانده نمیشن. مثلا نون رو ما دقت کنید که نون رو خواندیم، نون رو گفتیم وقتی که اخفا بشه علامت نمیگذاره روش. شیخ عثمان طاهی هیچ علامتی روی نون نمیگذاره، اما نون خوانده میشه. نون همیشه خوانده میشه در هر حالتی. اون جایی که علامتی نداره به این معناست که اونجا اخفا میشه. به همین خاطر فقط حواستون باشه عزیزان بیننده که فقط واو و الف و لام و یا این 4 حرف هستن که اگر هیچ علامتی نداشتن خوانده نمیشن. مثل الف، مثل لام در این مثال پیش رو. اینجا الف در هنگام وصل خوانده نمیشه، لام هم که علامت نداره خوانده نمیشه. این علامت تشدید هست. این علامت تشدید است روی هر حرفی که قرار بگیره. به این معناست که آن حرف 2 بار خوانده میشه، چون در اصل 2 تا بوده. این دال در اصل 2 تا دال بوده. یک دال اول ساکن بوده، دال دوم حرکت فتحه داشته. این دال دوم حرکت فتحه مال دال دوم است. دال اول که ساکن بوده رو حذف کردن، به جاش علامت تشدید رو گذاشتن تا دلالت بکنه بر حذف دال اول. به همین خاطر هر حرفی که تشدید داشت ما اون رو 2 بار میخوانیم، یک بار به همراه آخرین حرکت ما قبل و یک بار هم به همراه حرکتی که خودش داره. قاعده خواندن تشدید این است: هر جا تشدید دیدیم 2 بار میخوانیم، یک بار به همراه آخرین حرکت ما قبل، یک بار هم به تنهایی. چون ساکن دیگه، اولی که ساکن بوده قاعده ساکن هم همین بود، به همراه آخرین حرکت ما قبل خوانده میشه. اینجا دال میم میچسبه به دال، الف و لام خوانده نمیشن، میم میچسبه به دال. لکمد، لکمد، این تا اینجا. اما ادامه داره. دومین دال فتحه داره، بعدش الف هست. فتحه بعدش الف، مثل کانت، مثل کلمه کانت. فتحه بعدش الف. چه اتفاق میفته؟ اینجا فتحه بعدش الف قرار داره، صدای آ میگیره. دال هم از اون 8 حرف نیست که پر خوانده بشه. لکم دارو، دارو، نمیگیم لکم دارو، دارو نه، د، دا، د. دقت کنید فرقش، درستش اینه، لکم دارو، نه که دارو. باریک میخونیم لکم دارو تا اینجا. این الف خوانده نمیشه. لام ساکن هست، نیاز به آخرین حرکت ما قبل داره که را هست. را رو میچسبونیم به لام. لکم دارل، این همزه هست، فتحه داره، بعدش الف قرار گرفته، صدای آ میگیره، پر هم نمیشه. لکم دارل خی را تو. این وقتی که 2 تا این ها، این هی 2 چشم، هی به اصطلاح تنها، وقتی که 2 تا نقطه روش قرار بگیره صدای تا میده، صدای ت میده. دارل اخیراتو. این کلمه کسره عین بعدش نون ساکن رو داریم، نونی که علامت نگذاشته شیخ، به این معناست که اینجا اخفا میشه. علامت ساکنش رو مخفی کرده تا ما نشون بده که اینجا اخفا میشه. و تلفظ این حرف چطور میشه؟ عین، 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 ده، عین، ده، عین، ده. روی این نون یک کمی ما نمیگیم عین ده، عین ده. نون رو از مخرج خودش ادا نمی کنیم. این رو از بینی ادا می کنیم و هنگامی هم مقداری هم در هنگام تلفظش از بینی توقف صورت میگیره. عین ده تا اینجا.
الف لفظ جلاله خوانده نمیشه در هنگام وصل. لام اول لفظ جلاله خوانده نمیشه چون هیچ علامتی نداره. لام دوم تشدید داره، نیاز داره به آخرین حرکت ما قبل که فتحه دال هست. از فتحه دال کمک میگیریم برای خواندن لفظ جلاله. این دل تا اینجا لفظ جلاله رو قبلا هم توضیح دادیم، گفتیم که هر وقت قبل از لفظ جلاله آخرین حرکت ما قبل فتحه بود یا ضمه، این حروفی که بالا نوشته میشن، لفظ جلاله پر خوانده میشه. اگر کسره بود ما قبلش، لفظ جلاله باریک خوانده میشه. اینجا چی میشه؟ عند الله، اینجا پر خوانده میشه چون ما قبل لفظ جلاله آخرین حرکت ما قبلش فتحه است. عند الله، عند الله، نگیم عند الله، این اشتباه میشه. عند الله، عند الله. بعدش حرف خا فتحه داره، بعدش الف قرار گرفته. خا از اون حروفی هست که پر خوانده میشه وقتی که فتحه داشته باشن و بعد اونها الف باشه. خا نمیگیم خالیستن، خالیستن نه، خا، خا لی صا تن. اینجا ما تنوین داریم. هر وقت دو تا فتحه روی هم دیدید به این شکل، یا دو تا ضمه یا دو تا کسره به همراه هم، اون نشان از تنوین داره. تنوین یعنی این در اصل یک تا بوده که یک فتحه داشته، یک نون هم اینجا بوده ساکن، کن رو حذف کردن، به جاش این فتحه دوم رو گذاشتن تا نمایندگی بکنه از اون نون ساکن محذوف. خب ما یه قاعده در ابتدای صحبت گفتیم که بعد از نون ساکن یا تنوین حتما یکی از اون 4 قاعده صورت میگیره. اینجا کدوم قاعده صورت میگیره؟ بعد از تنوین میم داریم، یکی از حروف یرملون هست، به همین خاطر ادغام صورت میگیره، یعنی تنوین یا همون نون ساکن تبدیل میشه به حرف مابعد. این تشدید میم به خاطر تبدیل نون هست به میم. اینجا ما چطور تلفظ میکنیم؟ خالصتم، به جای این فتحه اضافی که نماینگر نون ساکن هست به جای نونش میم تلفظ میکنیم چون حرف بعدیش میمه. خالصتم، خالصتم. خب نون ساکن بعدی علامت نداره، اخفا میشه چون حرف بعدیش داله. حرف دال بعدش اومده، دال نه از حروف یرملونه نه از حروف حلقی و نه با هست، اینجا اخفا میشه. خالصتم من دون. ضمه، علامت ضمه روی دال بعدش واو قرار گرفته. هر وقت بعد از حرکت ضمه واو قرار گرفت، آن حرفی که ضمه داره به همراه صدای او خوانده میشه. دیگه نمیگیم دو، بگیم دو، میکشیم چون تقویت میشه صدای ضمه با حرف واو. من دو، من دو ناسی. الف خوانده نمیشه، لام خوانده نمیشه چون علامت نداره. نون تشدید داره. برای خواندن این نون مشدد یا تشدید دار نیاز داریم به آخرین حرکت ما قبل که کسره نون هست. این نون میچسبه به این نون. الان اینجا ما 3 تا نون داریم، یک نون کسره دار، یک نون ساکن و یک نون فتحه دار. من دو نن ناسی، من دو نن ناسی، دو نن ناسی. البته توقف نمی کنیم در هنگام خواندن، سریع میریم. من به خاطر اینکه نحوه تلفظ مشخص بشه آرام میخوانم، نباید توقف کرد. من دون الناس، سریع گذر میکنم. خب فتح من، تشدید نیاز به فتحه ما قبلش داره. فتح من نه تا اینجا، فتح من نه. اینجا ضمه صدای واو داره، ضمه صدای واو داره. دقت کنید که اینجا این ضمه روی واو با این ضمه‌ای که بعدش واو داشت در ابتدای خط فرق میکنه. در ابتدای خط رو ببینیم با هم. ببینید اینجا ما در ابتدای خط چی داشتیم؟ در ابتدای این خط
ما ضمه بعدش واو قرار گرفته بود صدای او میگرفت، اون حرفی که روش ضمه بود. اما اینجا خود واو روش صدای ضمه قرار گرفته. اینجا دیگه نمیگیم فتمنوا، نه، فتمنوا، واو ضمه داره میشه و. بله اگر اینجا یک واو اضافی می بود میشد وو. صدای او وقتی حاصل میشه که بعد از حرکت ضمه حرف واو باشه، بعد از ضمه بعد واو باشه، نه خود اون حرفی که ضمه روی اون قرار گرفته واو باشه. این نکته رو مد نظر عزیزان باشه. من نه و تا اینجا. این حرفی که روی اون علامت صفر هست خوانده نمیشه در هیچ حالتی. نوشته میشه، خوانده نمیشه. این حرفی که علامت وصل هم داره در هنگام وصل خوانده نمیشه. لام ساکن نیاز به آخرین حرکت ما قبل داره. الف که حرکتی نداره از خود، این الف هم که مثل این هیچ حرکتی نداره، فعلا صفر دیگه. این ضمه واو میچسبه به لام. فتمن نه ول فتمنوا الموت. اخفا میشه، نون علامتش مخفی شده، هیچ علامتی روش نگذاشتن، اخفا میشه. ان کنتم، اینجا هم نون اخفا میشه چون بعد از نون نه حرف یرملون هست در هر دو مثال، چه اینجا و چه اینجا. بعد از نون این کاف و تا نه از حروف یرملونن، نه حرف با هستن و نه از حروف حلقی. به همین خاطر اینجا هر دو تا مثال نون اخفا میشه. ان کنتم صاد فتحه داره، بعدش الف قرار گرفته، صدای آ میگیره و چون صاد از اون حروفی هست که پر خوانده میشوند، اینجا ما باید پر بخوانیم. صا، دهان به سمت بالا باز میشه. صا، نمیگیم س، نمیگیم س. صا دقین. هر وقت بعد از کسره یا قرار گرفت، اون کسره صدای ای میگیره، تقویت میشه. به مانند اینجا که بعد از فتح الف قرار گرفت صدای آ گرفت، بعد از کسره هم وقتی یا قرار بگیره چون هم جنسن تقویت میشه، کسره صدای ای میگیره. صا د، اینو نمیگیم دی. ببینید اینجا کسره تنهاست، بعدش یا نیست، اما این کسره بعدش یا است، این صدای ای میگیره، اولی نه دومی. صادقین. اگر بخوایم آیه رو ادامه بدیم، اما چون در آخر آیات و هر جایی که ما قصد وقف داشته باشیم، توقف بکنیم، آخرین حرف قاعده این هست که اون آخرین حرف همیشه باید ساکن تلفظ بشه، یعنی حرکتی رو که داره ما از برمی داریم و اون رو ساکن فرض میکنیم، چون اینجا محل ایستادن دیگه. مثل ماشین وقتی که ما می ایستیم یک جای دیگه، اونجا باید سرعت رو کم بکنیم، آخر دیگه کلا باید ساکن باشه، تحرک نداشته باشه که بتونیم توقف بکنیم. این قاعده در وقف اجرا میشه هر جا، چه در آخر آیه چه در وسط آیه، در خلال آیه هر جا که توقف کردیم اونجا باید ساکن بشین. چی میشه؟ صادقین. نون این نون دقت کنین روی این ساکن های آخر که اصلا حرکت نکنه. صادقین، نگید صادقین. بعضی از عزیزان اینطور تلفظ میکنن، نون رو باز در هنگامی که میخوان توقف کنن یک حرکت کسری بهش میدن، صادقین، میگن نه، این اشتباه است، این خطا است. صادقین، نون هیچ حرکتی نکنه. یک بار دیگه این آیه رو از اول میخونیم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. آیه 94 شماره آیه رو در آخر آیه می نویسن. این شماره 94 مال آیه قبلی هست. آیه بعدی رو شروع میکنیم، آیه 95. و لن، این نون ساکنه دیگه. ببینیم بعد از نون ساکن چه آمده؟ حرف یا آمده. بعد از نون ساکن حرف یا آمده. حرف یا بعد از نون ساکن
حروف یرملون به این معناست که این نون بالا باید تبدیل بشه به حرف ما بعدش که یا هست دیگه. به جای نون باید یا تلفظ کنیم، نمیگیم ولن، میگیم ولی، به جای نون یا میگذاریم. ولی لی، یک یای ساکن، چون نون ساکن بود ما یا رو هم ساکن میکنیم. ولی یتمنوا یتمنوا ولی یتمنوه ابدم. اینجا ابدن بوده، تنوین ان بوده که چون بعدش با قرار گرفته اون تنوین تبدیل شده به میم، قاعده اقلاب صورت گرفته. مثل هم قاعده زنبور در فارسی خودمون که نمیگیم زنبور، میگیم زنبور، به جای میم، به جای نون میم تلفظ میکنیم. بعد از نون ساکن با قرار گرفته، حرف با، نون تبدیل شده به میم. الان ما دیگه این رو میم تلفظ میکنیم، میگیم ابدم، ابدم، نمیگیم ابدن. ابدم بیما، ابدم بیما، این الف خوانده نمیشه. ابدم بیما قدمت، قدمت، دال دوبار خوانده میشه، یک بار به همراه ما قبل، یک بار به همراه فتح خودش. قدمت ایدیهم، ایدیهم، بما قدمت ایدیهم. این علامت وقف هست. جیم یعنی اجازه دارید اینجا توقف بکنید. یعنی تابلوهایی که وسط راه میگذارن، تابلوهای وقف، توقف دیگه. این تابلو اجازه هست اینجا توقف بکنه انسان، یا اجازه داره گذر بکنه، یعنی وصل بکنه. اینجا توقف نکنه، نفس نگیره. توقف یعنی نفس گرفتن، یعنی شما اینجا توقف بکنید، نفس بگیرید، دوباره ادامه بدید. اگر اینجا کسی توقف کرد نیاز نیست برگرده از قبل دوباره شروع بکنه به خواندن، از همینجا ادامه میده و تلاوت خودش رو کامل میکنه. والله، والله، الف خوانده نمیشه، لام هم واو میچسبه به لام، چون قبل از لفظ جلاله فتحه قرار گرفته پر خوانده میشه. والله، والله علیمون، علیمون بوده، تنوین بعدش با قرار گرفته تبدیل به میم شده، به جای نون میم تلفظ میکنیم. علیمون بالظالمین. اینجا رو دقت کنید، این الف خوانده نمیشه، لام هم هیچ حرکتی نداره، خوانده نمیشه. وا میچسبه هر کسره با به وا، چون تشدید داره وا، نیاز داره به آخرین حرکت ما قبل که کسره با هست. و چون وا خود حرف وا فتحه داره و بعد از وا این الف قرار گرفته، این که وا هست، این الف بعدش وا باید با صدای آ خوانده بشه و وا یکی از اون 8 حرفی هست که پر خوانده میشه. ب وا، ب وا، وا، نمیگیم و، ب و، نه، ب وا ل مین، نون حرکت نکنه در آخر. والله علیم بالظالمین. این آیه رو یک بار از اول میخونیم. و این 95 رو ولن یتمنوه ابدا بما قدمت ایدیهم والله علیم بالظالمین. آیه 95 به پایان رسید. آیه 96 رو شروع میکنیم. آیه 96 و لا تجدنهم ولا تجدنهم ولا تجدنهم احرص، احرص، الف خوانده نمیشه، لام هم علامتی نداره خوانده نمیشه، نون تشدید داره. اینجا ما باید از صاد کمک بگیریم و صاد رو بچسبانیم به نونی که در کلمه ناس هست. میشه احرصن سی، احرصن سی، ولا تجدنهم احرصن سی. علا، علا، فتح لام بعدش الف قرار گرفته، صدای آ میگیره اما پر خوانده نمیشه. علا حیا، ح، فتح یا بعدش الف. اینجا واو چون الف روش قرار گرفته الف تلفظ میشه، واو تلفظ نمیشه.
تن. بعد از تنوین الان اینجا ما حرف واو داریم، یکی از حروف یرملون هست. تنوین تبدیل میشه به حرف مابعد، یعنی به جای این کسره که مال تا هست، این کسره دوم که نمایندگی میکنه از آن نون ساکن محذوف، به جای این نون ما واو تلفظ میکنیم. علی حیا تو یک واو ساکن اینجا بگذارید این زیر، حیات و علی حیات و من الذین و من الذین، الف خوانده نمیشه، نون میچسبه به لام. و من الذین اشرکوا اینجا این الف هیچ نقشی نداره، خوانده نمیشه، این علامت هم کلمات وقف است. یود تشدید دو بار خوانده میشه. یود احدهم لو یعمرو، میم دو بار خوانده میشه، یک بار به همراه ما قبل، یک بار به تنهایی. یعمرو الف سنتن، به تنهایی سنتن خونده میشه، اما چون بعد از اون واو قرار گرفته اینجا هم مثل کلمه حیاتن در خط بالا سنتن میایم این رو به جای تنوینه، به جای نون ساکن واو تلفظ میکنیم که حرف ما بعد است. اینجا قاعده ادغام صورت میگیره، اون قاعده به اصطلاح یرملون. سنه تو به جای این نون کسره دوم که نماینگر نون ساکن است ما واو تلفظ میکنیم. سنه تو و ما هو به هی، این هی دوم، هی دو چشم که یک چشمش اینجا اومده، این کسرش به همراه یای ما قبل صدای ای میگیره. به مزحزحی نه. تا اینجا خط بعدی رو بریم. خط بعدی الف خوانده نمیشه، لام نیاز به آخرین حرکت ما قبل داره. ما برای خواندن این لام باید برگردیم عقب، میبینیم که فتحه نون رو داریم، آخرین حرکت ما قبل فتحه نون است، نون رو میچسبونیم به لام. منل عذاب، ذا فتحه بعدش الف صدای آ میگیره، پر نمیشه، ذا پر نمیشه. ذای دستدار که خواهر تا هست پر میشه، اما ذا خواهر دال پر نمیشه. من العذاب ان، اینجا نون بعدش حروف یرملون، یکی از حروف یرملون یا قرار گرفته. نون به جای نون ما یا تلفظ میکنیم، نمیگیم ان یعمر، میگیم ای یعمر. اگر بخوایم ادامه بدیم، اگر ادامه ندیم را ساکن میشه. این علامت وقف هست. قلا، این قاف مخفف وقف هست، لا مخفف اولا، یعنی وقف اولاست. اینجا به ایستیم بهتر است، ایستادن و توقف کردن در اینجا بهتر است. البته اگر کسی نه ایستاد و آیه رو ادامه داد هم اشکالی ایجاد نمیکنه. اینجا اگر به ایستیم توقف کنیم میشه ای یعمر، را ساکن میشه. اما اگر ادامه دادیم ای یعمر والله الف خوانده نمیشه، لام هم واو میچسبه به لام، چون قبل از لفظ جلاله فتحه هست پر خوانده میشه. والله بصیر، کسره سین صاد، ببخشید کسره صاد به همراه یای ما قبلش صدای ای میده. بصیرون، این بصیرون بوده، تنوین بوده اینجا، چون بعد از تنوین با قرار گرفته، حرف با بعد از تنوین یا همون نون ساکن، اینجا اون نون تبدیل به میم شده. قاعده اول صورت گرفته، قاعده اقلاب. بصیرم بما یعملون. نون رو دقت کنید، بازم تاکید میکنم.
والله بصیر بما یعملون. اینم از آیه 96. یک بار دیگر این آیه رو با هم بخونیم. ولتجدنهم احرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب. الان ما به علامت وقف نرسیدیم، معنام کامل نیست. در هنگامی که شما نفس کم آوردید، مثلا مجبور شدید جایی توقف کنید، علاوه بر این کن حرف آخر بس ساکن بشه، اگر معنا کامل نیست و که علامت وقفی هم نبود، دوباره از مقداری از عقب برمیگردیم، دوباره تلاوت رو تکرار میکنیم. و ما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر والله بصیر بما یعملون. آیه 96 تمام شد. 97 رو شروع میکنیم. قل من. نون ساکن باید ببینیم الان بعد از این نون وضعیت چطور میشه، کدوم قاعده اجرا میشه. بعد از نون حرف کاف قرار گرفته، نه از حروف یعملون است، نه از حروف فرقی است، نه با هست، اخفا میشه. به همین خاطر اینجا علامت ساکنش رو هم مخفی کرده شیخ عثمان. قل من کان عدوا. ببینید عدو، این وایی که تشدید داره، الان اینجا هم تشدید داریم هم تنوین داریم. تشدید به چه معناست؟ یعنی این واو 2 بار خوانده میشه، یک بار به همراه ما قبل عدو تا اینجا، یک بار دیگر هم خود این واو باید با چی خوانده بشه؟ باید با تنوین خوانده بشه. عدو ون. الان اینجا این علامت های این 3 تا حرفی که ما اینجا میبینیم، این تشدید نشان از یک واو ساکن داره. خب میشه عدو. اون واو ساکن رو به همراه دال میخوانیم، عدو این یکی. اما باز این واو یک فتحه هم داره، عدو و این فتحه اضافی هم که در تنوین نمایانگر اون نون ساکن بود دیگه، میشد عدو ون. تا اینجا به تنهایی میشد عدو ون. اگر روی این کلمه وقف کنیم چی؟ اگر وقف کنیم میشه عدو وا. این الف به این خاطر نوشته شده. در هنگام وقف فقط تنوین ان هست که اگر توقف کنیم با آ تبدیل میشه، بقیه همه ساکن میشن. عدو وا اگر توقف بشه. خب عدو ون، خود این کلمه بود عدو ون. اما بعد از این، خب الان ما یه قاعده کلی گفتیم، هر وقت گفتیم تنوین دیدیم یا نون ساکن باید ببینیم بعدش چی هست که یکی از اون 4 قاعده حتما اجرا میشه. الان ما بعد از عدوون، بعد از تنوین لام داریم، یکی از حروف یعملون رو داریم. یعنی این که الان بعد این تنوینی که اینجا هست، این نون، این فتحه دوم که نمایندگی میکنه از نون، به جای اون نون ما باید لام تلفظ کنیم. به همین خاطر روی این لام تشدید رو شما میبینید. این تشدید به خاطر همون است که لام اینجا یک لام ساکن میشه. لام ساکن، لام متحرک، یعنی تشدید رو تشکیل میده دیگه، 2 تا حرف از یک جنس. تلفظش چی میشه؟ خلاصه کلام عدو ول به جای نون لام تلفظ میکنیم، یا میتونیم بگیم واو رو مستقیم میچسبونیم به این لام. عدو ول لجبریل، عدو ول لجبریل، عدو ول لجبریل فانه. ضمه بعدش واو قرار گرفته، صدای او میگیره. فانه نزله على قلبك بإذن. تا اینجا بإذن. خب الان لفظ جلاله الفش خوانده نمیشه، لام هم که علامت نداره خوانده نمیشه. لام مشدد نیاز به آخرین حرکت ما قبل داره. برگردیم نون ساکن رو ببینیم، نون مکسور رو ببخشید، کسره نون رو ما میبینیم. الان کسره نون باید بچسبه به لام دوم لفظ جلاله. چطور خوانده میشه؟ بإذن. تا اینجا. خب الان خود لفظ جلاله اینجا چون
ما قبل لفظ جلاله آخرین حرکت ما قبل کسره هست، در زیر حرف قرار گرفته. ما هم این رو باریک میخوانیم. بإذن الله، بإذن الله، نمیگیم بإذن الله، نه، بإذن الله، بإذن الله. اینجا باریک خوانده میشه لفظ جلاله. هر وقت قبل از لفظ جلاله کسره قرار گرفت باریک خوانده میشه. بإذن الله مصدقاً، تا اینجا مصدقاً. اگر ادامه بدیم چون بعد از تنوین لام قرار گرفته میشه مصدقل، مثل کلمه بالا دقیقاً مثل همین خط عدول، دقیقاً همینه دیگه. اینجا هم تنوین بعدش لام، اینجا هم تنوین بعدش لام بود. اینجا هم اگر توقف بکنیم روی کلمه مصدقاً میشه مصدقا، مصدقا، مثل عدوا، مصدقا. اگر ادامه بدیم میشه مصدقل، چون بعد از تنوینی که از حروف یرملون اومده تبدیل میشه به حرف مابد. مصدقل لما بین، لما بین یدیه، هی نشه، یدیه، اینجا بعدش یا نداره که هی کنیم. بین یدیه و هدن. اینجا الان اگر توقف کنیم هدا میشه، اما اینجا ما بعدش چی داریم؟ هدن، واو داریم بعد از تنوینه، بعد از این تنوین دال حرف واو قرار گرفته که از حروف یرملون است. تنوین تبدیل میشه به حرف مابد. به جای این تنوین بعد واو تلفظ کنیم، میشه هدو، هدو، دو، هدو و بشرا، بشرا. را فتحه گرفته بعدش الف قرار داره. این یا رو شما در نظر نگیرید، الف تلفظ میشه اینجا. فتحه بعدش الف، اون حرفی که روش فتحه قرار گرفته باید با صدای آ خوانده بشه که را هست، و چون را از آن 8 حرفی است که پر خوانده میشه، بش را، بش را، نمیگیم بش ره، بش را. و بش را لیل مؤمنین در روایت حفص، و بش را لیل مؤمنین. این هم از آیه 97 با هم میخونیم. از اول آیه: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا. من اینجا توقف کردم، مصدقا خوندم. مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. نون حرکت نکنه، بازم تاکید میکنم. آیه 97 به اتمام رسید. آیه 98 من اخفا میشه. من کان عدوال، اینجا ببینید عدو ول لفظ جلاله. اینجا ما چند تا تشدید پشت سر هم داریم. الان تا اینجا عدو ون. خب چون بعد از تنوین لام قرار گرفته، به جای تنوین بعد به جای این نون بعد لام تلفظ بشه. عدو ول، یا میتونیم بگیم این رو بچسبونیم به این، چون اینجا تشدید گذاشته شیخ عثمان، ما این رو میچسبونیم به لام. عدو ول لیل، دوباره باز لام میچسبه به لام. لیل لهی، باریک هم خونده میشه، پر نمیشه چون اینجا کسره داریم قبلش، درسته؟ عدو ول لیل لهی. چند تا لام شد؟ 4 تا لام اینجا پشت سر هم هست. عدو ول، این لام اول، لیل 2 تا لام هم اینجا، لهی این هم 4 میشه. عدو ول لیل لهی. من کان عدو لله، عدو لله. و ملا فتحه بعدش الف قرار گرفته. حرف فتحه دار که لام هست با صدای آ خوانده میشه، و چون ازش حرف پر خوانده شده نیستن این باریک خوانده میشه. اما یک چیز جدید هم اینجا ما داریم به اسم مد. این کلاهی که ما در فارسی میگیم کلاه الف، این رو بهش میگه مد، یعنی کشیدن.
روی واو و الف و یا قرار میگیره، فقط روی این سه حرف قرار میگیره. به این معناست که اون حرف، اون صدای آ یا او یا ای بیشتر از حد معمول کشیده میشه. و ملائکته. فعلا به اندازه این رو به اندازه بستن 3 تا انگشت دست ما روش کفایت میکنه انشالله. به اندازه بستن 3 تا انگشت دست، یعنی وقتی که انگشت رو در حالت طبیعی بخواید ببندید، انگشتاتون اگر باز بکنید، شما میتونید انگشت‌ها رو اگر باز بکنید هر کدوم از اینها رو که در حالت عادی مثل همینطور با همین سرعت اگر ببندید، به اندازه بستن 3 تا انگشت دست این رو میکشیم. و ملائکه. ببینید به این اندازه عادی خود به خود تمرین میکنید عادت میشه براتون. قواعد خاص خودش رو داره، باز انشالله به تفصیل بیشتر درباره صحبت خواهیم کرد. و ملائکته و ملائکته و رسوله. اینجا دقت کنید صدای ای میگیره دوباره. و ملائکته و رسوله و جبریل. با حرف ب وقتی ساکن باشه مقداری در مخرجش میلرزه. و جب 5 حرف رو حتما به خاطر دارید. ما گفتیم قبلا که حرف قاف، تا، با، جیم و دال که سر هم نوشته بشه میشه قطب جد. قاف، تا، با، جیم، دال، قطب جد. این 5 حرف اگر ساکن بودن در هنگام تلفظ مقداری قلقله میشه، به اصطلاح لرزش در مخرج دارن، صدای کسره ایجاد نمیشه، مقداری میلرزه فقط مخرج. غیر از اینا هیچ حرفی وقتی ساکن هست هیچ گونه حرکتی نداره. اینجا در کلمه جبریل و جب نمیگیم جب و جب نه، ببینید یک مقداری با هنوز گویی که لرزشی داره. و جب باز زیاد نمیشه جب کسره پیدا نکنه. جب ب نگیم کلا که کسره بگیره. و جب ریل و میکال. دقت کنید که این کاف اینم الف که. و میکال همون میکائیل علیه السلام هست. و میکال فإن الله عدو اینجا ادغام میشه دیگه، واو ما تنوین رو تبدیل میکنیم به لام. عدو للکافرین. این آیه 98 آیه رو با هم میخونیم. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله. اینجا به خاطر نفس من اینجا توقف کردم. فإن الله عدو للكافرين. 99 ولقد. دال در مخرج مقداری می لرزده چون ساکنه. ولقد این نون اینجا اخفا میشه به همین خاطر علامت ساکنش مخفی هست. از بینی ادا میشه، هنگام تلفظش هم مقداری توقف میکنیم در بینیش، در هنگام تلفظش از بینی. انزل نا الیک آیاتن. اصلش تن بوده، تنوین بعدش با قرار گرفته تبدیل شده به میم. آیات بینات. اگر توقف کنیم سالا، این علامت صاد اولا، این صاد مخفف وصل، لا هم مخفف اولا، یعنی که وصل اولاست، یعنی اینجا وصل کردن بهتر، یعنی اگر ادامه بدیم بهتر، اما اگر کسی توقف کرده هم مشکلی ایجاد نمیکنه. این کلمه
یا رو دقت کنید عزیزان، خیلی جا مشاهده میشه که روی این کلمه یای مشدد عزیزان مشکل دارن. بی 2 بار خوانده میشه، بی بینه بینت در هنگام وقف. اگر ادامه دادیم، چون بعد از تنوین واو قرار گرفته، بعد یکی از حروف یرملون ادغام صورت میگیره، قاعده یرملون، و اینجا باید ما این تنوین رو تبدیل کنیم به حرف مابعد که واو هست، واو تلفظ کنیم. بینت بینت و ما یک رو بیها اینجا ها پر خوانده نمیشه، دقت کنید. فتح بعدش الف مد هم داره، پر خوانده نمیشه، اما چون ها از اون 8 حرف نیست. و ما یکفر بها ال تشدید به همراه ما قبل خوانده میشه ال، اما این بار این تشدید این اون لام اول. تشدید دوم، اگر ما این حرف رو به تنهایی میخواندیم میشد الا، چون فتح بعدش الف هم صدای آ میگرفت میشد الا. اما شکل کلمه بعدی در نحوه تلفظ این هم تاثیرگذار هست، چون این الف که خوانده نمیشه، لام نیاز به آخرین حرکت ما قبل داره که چی هست؟ ببینید این حرکتی نداره، این الف هم حرکتی نداره، ما مجبوریم فتح لام رو بچسبونیم به این لام، میشه چی؟ لل این لام میچسبه به این، دیگه اون صدای الف هست میشه لل. فتح بعدش الف سقون، ضمه بعدش واو صدای او میگیره سقون. نون حرکت پیدا نکنه، برای چندمین بار متوالی دارم تاکید میکنم. آیه 99 تمام شد، دوباره میخوانیم. ولقد انزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. آیه 100 و کلما عاهدو، الف خوانده نمیشه، عاهدو صدای دال ضمه بعدش واو صدای او میگیره، عاهدو عهدن. اینجا تنوین بعدش نون آمده دیگه، خودشون 2 تا نونن دیگه، همون تشدید خود به خود صورت میگیره. یک نون ساکن اینجا داریم، یک نون متحرک هم اینجا. این تشدید رو به خاطر این گذاشته شیخ عثمان. عهدن نبذه، اینجا نمیگه نبذه هو، چون واو آمده بعد از ضمه واو آمده. اگر این واو کوچیک اینجا نبود میشد نبذه هو، اما چون این آمده میشه چی؟ نبذه هو، میکشیم نبذه هو فری، کسره بعدش یا صدای ای میگیره، فری قم، تنوین بعدش میم آمده. یکی از قاعده، کدوم قاعده اجرا میشه؟ قاعده یرملون ادغام، تبدیل شده به حرف مابعد که اون میم است. فریقم قم من، اینجا نون ساکن بعدش یکی از حروف حلقی است، های دو چشم یکی از حروف حلقی، اینجا اظهار میشه، نون از مخرج خودش ادا میشه. من هم، نمیگیم من هم، نه مثل اخفا نشه، من هم سریع رد میشیم. ببینید من هم، فریق منهم، نمیگیم فریق منهم، نه اظهار یعنی همین، اظهار یعنی ظاهر شدن از مخرج خودش. فریق منهم، این علامت امکانی اجازه داریم توقف کنیم یا گذر کنیم. بل این میم رو دقت کنید، این میم اینجا خوانده میشه با این علامتی نداره، اینجا چون ساکنه دیگه میم رو نگذاشته. البته اینجا اخفای شفوی هم، به خاطر که اینجا هم اخفا میشه میم در هنگام تلفظش، الان جزئیات بیشترش میرسیم. شیخ عثمان اینجا هم چون یک اخفای شفوی در تلفظ میم با هنگامی که میم و با کنار هم قرار میگیرن در تلفظ مقدار اخفا میشه مخرج میم، به همین خاطر ساکنش رو نگذاشته. در قاعده کلی همون 4 حرف واو و الف و لام و یا هستن که فقط اگر هیچ حرفی نداشتن خوانده نمیشن. این 4 تا فقط واو، الف، لام، یا، غیر از اونها همیشه همه حروف خوانده میشن. منهم بل اکثرهم،
هم بل اکثرهم اکثرهم لا یؤمنون لا یؤمنون فتح بعدش الف صدای آ میگیره لا یؤمنون آیه 100 الحمدلله 100 تا آیه رو به همراه شما خوندیم دوباره آیه 100 رو میخونیم او كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل اکثرهم لا یؤمنون آیه 101 ولما جاءهم جیم فتح بعدش الف صدای آ میگیره آ مد داره باید کشیده بشه چون جیم از اون 8 حرف نیست باریک خوانده میشه جاءهم رسولون این به تنهایی رسولونه اما چون بعد از تنوین میم قرار گرفته حروف یرملون یکی از حروف یرملون هست قاعده ادغام صورت میکنه قاعده ادغام تنوین این ضمه لام که سر جای خودش هست رسولو این ضمه دوم که نماینده نون ساکن است رو میم تلفظ میکنیم رسولم لم رسولم من یا ببینیم مستقیم بگیم میچسبونیم به این میم رسولم من اینجا ادغام برش تنوین میم قاعده ادغام صورت گرفت اینجا نون ساکن بعدش حروف حلقی هست این اینجا قاعده اظهار صورت میگیره من عند اینجا نون قاعده اخفا صورت میگیره چون بعدش دال نه از حروف حلقی است نه از حروف یرملون ببینید این دو کلمه 3 قاعده اجرا شد اینجا قاعده ادغام صورت گرفت تبدیل شد به حرف مابعد اینجا نون اظهار شد قاعده اظهار صورت گرفت از مخرج خودش خوانده شد اینجا نون اخفا شد یعنی از بینی ادا شد مخفی شد اینجا ادغام اینجا اظهار اینجا ادغام اینجا اخفا ببخشید رسول من عند الله لفظ جلاله ما قبلش کسره داره باریک خوانده میشه من عند الله مصدقون تا اینجا مصدقون هست اما بعد از تنوین چی هست لام یکی از حروف یرملون هست بعد ادغام بشه یعنی چی بعد ادغام بشه یعنی اینکه این تنوین این ضمه دوم که بیانگر آن نون ساکن هست به جای نون ساکن بعد لام تلفظ کنیم میگیم مصدقل قل مصدقل لما معهم مصدق لما معهم نبذ فریق تا اینجا فریقون بعد از تنوین میم آمده از حروف یرملون هست بعد این ضمه دوم که نماینده نون ساکن هست رو میم تلفظ کنیم فریقم قم نمیگیم فریقون فریقم منل منل الف خوانده نمیشه نون میچسبه بلام من الذین او همزه صدای ضمه داره به تنهایی میشه او به تنهایی میشه او اما چون واو قرار گرفته بعدش تقویت میکنه این صدای او رو میشه او ببینید تلفظ صحیحش او هست او اینجا هم همینطور تا ضمه داره بعدش واو قرار گرفته تقویت میکنه صدای ضمه رو تو تا اینجا خب الف خوانده نمیشه این الف هم خوانده نمیشه لام نیاز به آخرین حرکت ما قبل داره الان شکل این کلمه در تلفظ این هم تاثیرگذار است چی میشه این لام رو چون ما نیاز به آخرین حرکت ما قبل داره این که حرکت نداره این هم که حرکت نداره واو هم حرکت نداره حرف تا حرکت داره ضمه تا باید بچسبه به لام چی میشه او تل دیگه نمیشه تو چون اینجا دیگه خود به خود اصلا شما واو رو در نظر نگیرید دیگه فکر انگار که این سه تا اصلا نیستند تا میچسبه مستقیم به لام او تل کتابه شکل کلمه بعدی در تلفظ کلمه قبلی اثر گذاشت او تل کتابه کتاب الله اینجا لفظ جلاله پر خوانده میشه کتاب الله و راء
را فتحه بعدش الف صدای آ میگیره، مد هم داره باید کشیده بشه و چون را از آن 8 حرفی هست که در هنگامی که فتحه داشته باشن بعدش الف پر خوانده میشن، را پر خوانده میشه. و را نمیگم وره نه، این اشتباه است. و را ظهورهم، اینجا بیشتر میکشیم چون واو اومده بعد ضمه. ظهورهم کأنهم لا یعلمون. آیه 101 به پایان رسید. دوباره میخونیم اینو از اول. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق. اینجا توقف کردیم به همین خاطر. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. نون حرکت پیدا نکنه. تلاوت این صفحه رو به همراه شما عزیزان میشنویم. برمیگردیم انشاءالله تماس‌های تلفنی شما عزیزان رو خواهیم داشت، فقط در موضوع تلاوت همین صفحه برای بزرگسالان عزیز و هر آن جایی که از قرآن کریم رو خردسالان عزیز خواستند که بخوانن آزادن. و پیشنهاد میکنم وقتی که تلاوت داره پخش میشه شما هم تکرار بکنید به همراه استاد منشاوی رحمت الله علیه و شاگرد که به همراهشون تکرار میکنه. بعد از این تلاوت در خدمت شما هستیم و تماس‌های تلفنی شما خوبن. با عرض سلام مجدد خدمت همه شما خوبان و عزیزان. در بخش دوم برنامه در خدمت شما عزیزان هستیم با تماس‌های تلفنی شما عزیزان. تا احمد جان سوالا رو برای شما زیرنویس میکنم، شما با این شماره تماس بگیرید و منتظر تماس‌های شما هستیم. و خواهش بنده پیشاپیشین است که در موضوع برنامه بحثاتون رو مطرح بکنید. اگر سوالی دارید خارج از موضوع روخانی قرآن کریم نباشه و عزیزانی که تماس میگیرن اگر سوال هم دارن اول انشاءالله از همین صفحه چند آیه رو تلاوت بکنن، بعد انشاءالله باز با سوالشون هم پاسخ خواهیم داد. و نونهالان عزیز هم که از هر جایی که دوست داشتن میتونن که تلاوت بکنن. در هفته پیش رو هم انشاءالله به همراه شما عزیزان باز برنامه روخانی رو ادامه خواهیم داد. در ماه مبارک رمضان انشاءالله به صورت روزانه ساعت 11:30 به وقت مکه مکرمه و ساعت حدوداً 1 میشه بعد از ظهر تهران و کابل به صورت روزانه انشاءالله برنامه روخانی پخش خواهد شد و ساعت 11:30 مکه مکرمه، ساعت 1 بعد از ظهر تهران و کابل و ساعت 1:30 دوشنبه در تاجیکستان بعد از ظهر 1:30 بعد از ظهر در دوشنبه در تاجیکستان به صورت روزانه برنامه روخانی قرآن کریم پخش خواهد شد. عزیزانی که قواعد اولیه رو درس‌های اولیه رو علل خصوص اون قاعده‌های اولیه که ما توضیح دادیم در ابتدای راه از فتحه و کسره و ضمه و تنوین و تشدید و ساکن و حروف کشیده و حروف کوتاه و همین ها ما به تفصیل درباره صحبت کردیم. علائم برهان همزه وصل و نحوه خواندن، الف وصل و نحوه خواندن الف وصل و تمام این مسائل رو ما به تفصیل صحبت کردیم. عزیزانی که دوست دارن دوباره از اول، چون اونها رو ما وقت نمی‌کنیم دوباره از اول تکرار بکنیم، ان شاءالله در رمضان از همون قسمت اول یا دوم دوباره ان شاءالله میتونید تمام اون موارد رو ان شاءالله که ببینید. روزهای رمضان ساعت 11:30 به وقت مکه مکرمه، ساعت 1 بعد از ظهر تهران و کابل و 1:30 دوشنبه در تاجیکستان. تماس تلفن اول این برنامه رو میگیریم. سلام علیکم، روخانی قرآن کریم بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خودتون معرفی میکنید خانم؟ من سالی هستم از تاجیکستان. از تاجیکستان. کدوم سوره رو تلاوت میکنید خانم؟ همین صفحه همین موضوع رو میخوام. بسم الله، از ابتدای صفحه شروع کنید به تلاوت کردن. اعوذ بالله من الشیطان. بله.
احمد جان صدایشون رو من ندارم داخل است. كانت بله، لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. احسنتم ما شاء قل الله. من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. احسنتم ما شاء صدق الله. الله العظیم. ماشاءالله ماشاءالله بسیار عالی بود، بسیار خوب بود. متشکرم از یک تماشا شما. سوال شما بردار. بفرمایید. ما بیشتر از میشری رشید استفاده می‌کنم و خوش می‌کردم که درباره که تجویدش چقدر با قوت است کمی معلومات می‌دادید. در موضوع تجوید چه بخشی از تجوید؟ از قاری میشه رشید بیشتر گوش میکنم اون کسرا خوش میکردم که درباره چقدر بخواد بودن تجوید چون یکم معلومات میدادید. از کدام قاری؟ میشری افسی میشری شیخ مشاری الفاسی. چشم ایشان صحبت خواهم کرد. تشکر زیاد. موفق باشید. متشکرم از تماس شما. بیننده بعدی. سلام علیکم. روحانی قرآن کریم بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خودتون معرفی میکنید برادرم؟ سلامت باشید. شمس‌الدین خانی از ایران هستم. برادر عزیزمون آقای خانی از ایران، اگر موافق باشید از ادامه تلاوت خواهرمون از تاجیکستان ادامه بدید از آیه 98. آیه 98 من کان عدوا لله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ومن كان عدوا لله وملائكته ورسوله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. آقای خانی یک بار دیگه از ابتدای آیه تلاوت بفرمایید. بله. من كان عدوا لله وملائكته ورسوله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقين. إلا الفاسقون. بله. آیه بعدی رو ادامه بدید. أو كلما آحدوا أحدا نبذ فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. آقای خانی یه بار با هم بخونیم اگر اجازه بدید. من از آیه 98 من میخونم دوباره با هم تکرار بکنیم. خوبه؟ بله. من كان عدوا لله وملائكته. تکرار کنید با من. من كان عدوا لله وملائكته. عدو لام روی لام لفظ جلاله دقت کنید. عدو لله. بله. بله. ومن كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. ورسله وجبريل وميكال فإن الله
ادامه بدید. فإن الله عدو للكافرين. احسنتم. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات. وما يكفر بها إلا الفاسقون. وما يكفر بها إلا الفاسقون. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. أو كلما عاهدوا عهدا أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. نبذه فريق منهم. بل أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. بل أكثرهم لا يؤمنون. بل أكثرهم لا يؤمنون. ادامه دعای بعدی را. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. آخر آیه رو با هم دوباره تکرار بکنیم. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. ماشاءالله. متشکر هستم از شما. ممنون. خیلی ممنون ازت. لطف کردید. تشکر میکنم از جناب. سلامت باشید. لطف کردید. متشکر هستم از شما. موفق باشید. بیننده بعدی رو میگیریم. سلام علیکم. روخانی قرآن کریم بفرمایید. سلامت باشید. متشکرم. خودتون یک بار دیگه لطف کنید صداتون رو نداشتم. محمد آصف هم از تهران. محمد آصف جان از تهران. از ابتدای صفحه اگر تلاوت بفرمایید ممنون میشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله علیم بالظالمین. صدق الله العظیم. احسنتم. محمد آصف جان من یکی دو تا تعبیر رو با هم تکرار کنیم اگر موافق باشید. قل ان كانت لكم الدار. بگید تکرار کنید با من. قل ان كانت لكم الدار. احسنتم. خیرات. خط بعدی هم آیه اولش آیه 95 بخش اولش ولن یتمنوه. احسنتم. فقط هو نشه ولن یتمنوه. بفهمید ان شاءالله که در موضوع برنامه است. سوال من این بود هنگامی که زنگ میزنم خیلی زیر تاثیر میام، ترس بهم غلبه میکنه، نمیتونم درست بخونم، ولی خودم تنهایی میخونم خیلی و گوشی ضبط میکنم، خودم گوش میدم، خیلی خوب میخونم. طبیعی است. به هر حال انسان وقتی که بار اول صداش پخش میشه، یک مقداری ما اولین بارایی که جلوی دوربین اومده بودیم و می‌خواستیم صحبت بکنیم با شما بینندگان عزیز این اتفاق میفته. طبیعی است. یعنی به هر حال ان شاءالله به مرور زمان
هرچی بیشتر تماس بگیرید حالت شما عادی تر میشه. این کاملا طبیعی هست. هر وقت که شما جلوی یک جمع می‌خواسته باشید تلاوت بکنید برای بار اول یا صحبت بکنید، این اتفاق میفته. تنها مال شما هم نیست، یعنی همه همینطور هستن، همه هستن. آقا ممنون از برنامه خوبتون. موفق باشید. متشکرم از تماس شما. لطف کردید. ممنون از شما. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی. سلام علیکم. برنامه روحانی قرآن کریم بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خودتون رو معرفی میکنید برادرم؟ حکیم هستم از ایران. حکیم جان از ایران، خوش آمدید برادرم. از امتداد تلاوت برادرم محمد آصف از آیه 96 اگر شروع کنید. ولا تجدنهم احرص الناس علی حیات. چشم. چشمتون. شما اعوذ بالله بسم الله بگید تا تصویر به شما میرسه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولتجدنهم احرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. احسنتم. ماشاءالله. حکیم جان اگر برادر عزیزم ابتدای آیه 96 رو دوباره تلاوت بفرمایید. قل من كان ولا تجدنهم، دوباره این قسمت رو دوباره تلاوت بفرمایید. تصویر نداری؟ تصویر میاد پیشتون. از ابتدای آیه 96 همین که تصویر به شما رسید. ولا تجدنهم. خب چشم. ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا. احسنتم. یک تعبیر دیگه هم در آیه 97 داشتیم روی تلفظ على قلبك بإذن الله. این رو تکرار بفرمایید. على قلبك، همین تکرار. على قلبك بإذن الله. على قلبك. آیه 97 خط آخر خط اول. على قلبك بإذن الله مصدقا لما. بله، روی کلمه بإذن، روی حرف ذا دقت بکن، روی حرف ذال که ذال در هنگام سکون حرکت نکنه. بإذن الله. بإذن یک مقداری انگار که میلرزه از پیش شما، قلقله نشه. بإذن الله، بإذن نشه، بإذن الله. خب بإذن الله. بإذن الله. بإذن الله. احسنتم. ماشاءالله. متشکرم از تماس شما. سلامت باشید. ممنون. موفق باشید. لطف کردید. تشکر از تماس شما. بیننده بعدی رو میگیریم. متاسفانه تماسشون قطع شد. اگر صحبتی داشتید من معذرت میخوام چون تماسشون قطع شد. بیننده بعدی رو میگیریم. سلام علیکم. روحانی قرآن کریم بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خودتون معرفی میکنید؟ استاد سلیمانی. سلام بر شما. خوش آمدید برادرم. خودتون معرفی میکنید؟ سپاسگزارم. قرار بود برای از کردستان. صداتون مقدار قطع و وصل شد، متوجه نشدم. فقط کردستانش متوجه شدم. یک بار دیگه اسمتون لطف کنید. امید هستم از کردستان. آقا امید عزیز، خوش آمدید امید جان. از امتداد تلاوت برادرمون حکیم اگر شما ادامه بدید تلاوت رو از آیه 98. از اول صفحه بخونم تا آخر. بفرمایید. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدن أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمستحيله من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدقا لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. أحسنتم. صدق الله العظيم. احسنتم ما شاء الله امید جان جزاکم الله خیرا. استفاده کردیم، لطف کردید، افتخار دادید. تشکر از لطف شما. متشکرم. افتخار دادید، استفاده کردیم از صدای زیبای شما. متشکرم. تشکر از تماس شما. در خدمت استاد. خدمت البته قرار بود برای ما احمد آقا فارسی بازی کنه دیگه، اول برنامه بخونیم دیگه 40 دقیقه 50 دقیقه پشت خط بودیم. ولی الحمدلله که بدون پارتی اومدید خودتون. بالاخره مهم بود که تشریف آوردید. ممنونم. متشکرم از تماس شما. برنامه خوبتون. موفق باشید. لطف کردید. متشکرم. سلامت باشید. همچنین شما و همه بینندگان امت اسلامی. متشکرم. متشکرم از تماس شما. در باب تماس‌های تلفنی ما رو معاف فرمایید که حقیقتا خط خیلی شلوغ هست. حقیقتا دیگه بیننده بعدی رو میگیریم. سلام علیکم. روحانی قرآن کریم بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خودتون رو معرفی میکنید برادر؟ استاد خوب هستین؟ جاتون خوب است؟ صداتون مقداری تقویت کنید. خودتون رو معرفی کنید. صداتون رو دارم. عبدالواسی هستم از مدینه منوره. از شهر رسول الله صلی الله علیه و سلم. عبدالواسی خوش آمدید. از ابتدای صفحه تلاوت کنید برادرم. از ابتدای صفحه از ابتدای صفحه تلاوت بفرمایید. قل ان كانت لكم الدار الاخره عند الله. طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كانت لكم عدوا قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله. از روی مصحف بخونید عزیزم. از روی تلویزیون، صفحه تلویزیون اگه باز است شروع بکنید بخوندن. اگر ندارید مصحف مشکل نیست. قل إن كانت لكم دار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياء ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة ما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. احسنتم ما شاء الله. متشکرم از تماس شما عبدالرسول جان. گرامی بار اول از تماس گرفتم خیلی زیر تاثیر رفتم. خداوند نه کاملا طبیعی است. بار اول وقتی انسان تماس میگیره مقداری هول میشه. برادری قبل از شما هم تماس گرفته بودن، شمس‌الدین جانم، محمد آصف جانم همین صحبت رو داشتن، همین مسئله رو گفتن. طبیعی است. ان شاء الله در تماس ها و تلفن های بعدی حل میشه این مشکل. متشکرم از تماس شما. تشکر. شما زنده و سلامت باشین. مهربان هستین استاد گرامی. الله تعالی شما رو حفظ کنه. سلیمانی هستیم دیگه. سلیمانی هستم. بله سلیمانی هستم. موفق از تماس. یار خوش دیدم. متشکرم. خدمتی باشه. التماس دعا داریم. موفق و مایت باشید. در حرم نبوی ما را از دعای خودتون فراموش نکنید. متشکرم از تماس شما. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام و رحمت الله و برکاته. متشکرم از تماس. بیننده بعدی رو میگیریم. سلام علیکم. روخانی قرآن کریم بفرمایید. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خودتون معرفی میکنید؟ صبرالله هستم از تاجیکستان. صبرالله، اسم جالب و زیبایی دارید. خوش آمدید برادرم. از ادامه تلاوت برادرمون از مدینه منوره شما ادامه بدید. از آیه 97 از 95 میخونید. بسم الله. از هر جا که دوست دارید شروع کنید. از روی تلویزیون میخونم. بسم الله. تصویر شما اعوذ بالله و بسم الله رو بگید تا تصویر به شما میرسه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. ماشاءالله. صدق الله العظیم. ماشاءالله. روخانی شما بسیار روان بود. انشالله در بحث‌های تجویدی هم که در پیش رو داریم انشالله با ما مشارکت خواهید کرد. عرض کردم که روخانی شما بسیار روان بود. ماشاءالله خوب بود. انشالله در برنامه‌های تجویدی که پیش رو داریم هم انشالله با ما همراه خواهید بود. انشالله مشارکت بفرمایید. سلامت باشید. سلامت باشید. انشالله ما خیلی دوستدار و محب شماییم. متشکرم از شما. دوست داریم شما. ما هم شما و همه بینندگان عزیز رو دوست داریم. الله تعالی شما رو دوست داشته باشه. خب در پناه خدا. موفق باشید. سلام الله علیکم. متشکرم از تماسشون. بیننده بعدی. سلام علیکم. روخانی قرآن کریم بفرمایید. سلام علیکم. روخانی قرآن کریم بفرمایید.
بیننده گرامی رو خط است. سلام بر شما، بفرمایید. برنامه روحانی قرآن کریم. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خودتون معرفی میکنید؟ جزاکم الله خیر استاد. خودتون معرفی میکنید قربان؟ سیروان هستم از کرج استاد. خوب هستید؟ سیروان جان ببخشید صدایتون رو خوب نداشتم. خوبید شما؟ سلامتی سیروان جان؟ قربون شما برم، متشکرم. الان خوبه صدام؟ الان عالیه، عالیه. صداتون کاملا دارم. الحمدلله. استاد اول یه گلیه کوچیک ازتون بکنم؟ بفرمایید. ناراحت نمیشید از دستم که؟ با کمال میل میپذیرم. شما بزرگوار هستید. والا من حرفم این بود که از بیننده ها البته یه تقاضا داشتم که زنگ میزنن، حالا یه 2-3 تا آیه کوچیکو بخونن ما خوشحال میشیم، صدای نازنین همه رو کم کم بشنویم، چون حقیقت زیاد پشت خط میمونیم اذیت میشیم. منم الان دوست دارم از اول صفحه بخونم، ولی خب به خاطر ضیق وقت و اینکه همه بتونن فرصت داشته باشن یه مقدار یه آیه کوچیکم بخونن، ما ممنون میشیم شما یه لطفی ما بکنید و چشم یه جورایی متوجه فرمایشتون شدم. چشم انشالله که سعی میکنیم که وقت رو به صورت مساوی تقسیم میکنیم. گله شما رو من قربونتون برم، لطف دارید. من میپذیرم. من در خدمتتون هستم استاد بزرگوار. سعادت شد که ما دوباره صدای نازنین شما رو بشنویم. از کجا فقط باید بخونم؟ چون من انقدر مشغول گرفتم بودم اصلا به خدا از دستم رفت همه چی. خواهش میکنم. باعث افتخار بنده است همکلامی با شما. از ابتدای آیه 97 شروع بکنیم. قل من کان عدوا لجبریل فانه نزله على قلبك. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قبلك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أو كلما آحدوا أهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. صدق الله العظیم. سیروان جان در آیه 97 من تعبیر فإنه نزله رو دوباره تکرار بفرمایید من ببینم که چطور بود. آیه 97 قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. من قبلک شنیدم چون اینو گفتم ببینم. نه قلبک اشتباه از طرف بنده بود، ببخشید. اختیار دارید قربان، شما هر چی بفرمایید ما اطاعت امر میکنیم. نفرمایید. در آیه 101 هم روی کلمه روی 2 تا تعبیر فقط تعبیر پرخواندن و باریک خواندن فقط دقیقاً این اشتباه خودم متوجه شدم بعدش. لفظ جلاله لفظ جلاله الله من عند الله اینجا باریک خوانده میشه چون اونجا من عند الله بود، اینورم پایین کتاب الله بود میگفتن کتاب الله. اون درست بود بله. من عند الله باریک خوانده میشه من عند الله، بعد کتاب الله اینجا لفظ جلاله ما قبلش مفتوح پر خوانده میشه. همچنین وراء این لفظ کلمه را هم پر خوانده میشه وراء ظهورهم. متشکرم از تماس شما سیروان جان. بسیاری قربونتون برم استاد. فقط اگه اجازه بدید من این جلسه مادرم هم میخواد 1-2 تا آیه بخونه. با افتخار، بروی چشم، حتما ان شاء الله. سلامت باشید. من خیلی خوشحال شدم که مجددا صدای شما رو شنیدم. ان شاء الله که ساعتی باشه همینجوری در خدمتتون باشیم، بتونیم
استفاده بکنیم. انشالله که منم صدای گرم شما رو باز هم بشنوم. موفق باشید. تشکر از جزاکم الله خیر. امری با من ندارید؟ التماس دعا دارم. سلامت باشید. گوشی خدمتتون باشه. سلام. خدا. سلام علیکم استاد. خسته نباشین. علیکم السلام. سلامت باشید. شما خوبید خواهرم؟ خیلی ممنون. سلامت باشین. من میخوام تقاضامند دعا هستیم از شما مادر بزرگوار. خواهش میکنم اختیار داری. محتاجیم به دعای شما. بفرمایید. از هر جای صفحه که دوست دارید تلاوت بفرمایید. تصویر رو احمد جان. بله بفرمایید. الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل این کانت لكم الدار الآخرة عند الله خواهش میکنم. خالصة من دون الناس فتمنوا. بله درسته. فتمنوا والموت إن كنتم صادقين. بله ادامه بدید. ولا يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمین. استاد بخشی شرمنده نمیتونم. نه طبیعیه. متشکرم استماش شما. متشکرم استماش شما. لطف کردید. فقط خواهر بزرگوارم روی تعبیر احمد جان تصویر نشون بدید. فتمنول در آیه 94 خط دوم فتمنول موت واو میچسبه به لام. فتمنول موت. در موضوع تماس گرفتن ها هم چیز طبیعی هست. یعنی بار اول انسان وقتی که میاد صحبت میکنه میخواد در مشارکت بکنه در برنامه و تماس زنده هم هست، صحبت کردن یا سوال پرسیدن یا خصوص تلاوت کردن کاملا طبیعی هست. یعنی انسان احیانا شاید هول بشه و یا نتونه تمرکز کافی رو داشته باشه. این کاملا طبیعی هست، برای همه بینندگان عزیز هست. و گله سیروان جان رو با چشمن معترفم به این به هر حال کوتاهی در حق بینندگان عزیز و انشاءالله که همه شما بینندگان عزیز هم بنده رو یاری کنید در موضوع تقسیم وقت. خواهش بنده از همه شما عزیزان این هست که بنده رو در تقسیم وقت یاری کنید که انشاءالله فرصت بر اختیار همه شما عزیزان باشه به صورت مستقیم. متشکرم از تماس همه عزیزان. بیننده بعدی رو میگیریم. سلام علیکم. روخانی قرآن کریم بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خودتون رو معرفی میکنید؟ خواستم شرکت کنم در چیز تلاوتی. سلیمانی هستم. صدای شما رو میشنوم و شما فعلا شرکت کردید در برنامه روخانی قرآن کریم. از ممنون. تشکر. خودتون رو معرفی میکنید؟ خودتون رو معرفی میکنید؟ من عبدالله هستم از امارات جمع. عبدالله برادر عزیز عبدالله از امارات. خوش آمدید عبدالله جان. از آیه 97 اگر موافق باشید از آیه 97 شما شروع بکنید تلاوت. 96 ولا تجدنهم احرص الناس. چشمتون میبند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولتجدنهم احرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن
إن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. احسنتم. صدق الله العظیم. ماشاءالله ماشاءالله. عبدالله جان شما از اهل قرآن هستید حتما. منظورم که یا قاری هستید یا حافظ هستید. حدوده یعنی. قاری هستید حتما. استاد تلاوت شما کاملا استادانه است. تشکر زیاد که یعنی در شرکت ما را کرده. ممنون خیلی خیلی. خدا شما را توفیق بده این برنامه‌های خوب را میگذاریم و برادرای بزرگواران یعنی مشرف میشوند از این تعلیم قرآن و مثل شیخ محمد انصاری صاحب دیگه رفیقای و علمای کرام استاد دانی بزرگ دعا میکنیم که خدا همیشه موفق و معین شما را پایدار در این جهان و در اون جهان داشته باشه. همین ما شما من الله توفیق. جزاک الله خیر. سلام علیکم. بارک الله. حیاکم الله. جزاکم الله خیر. متشکرم از تماس شما. بیننده بعدی سلام علیکم. روخانی قرآن کریم بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خودتون معرفی میکنید؟ ماهده از تاجیکستان. خواهر مائده از تاجیکستان. خواهرم اگر موافق باشید از آیه 100 شما شروع کنید به تلاوت کردن. او کلما عاهدوا عهدا. این سوره بقره همین فقره کردنی هستم. بسم الله. شما در برنامه مشارکت کنید. صدای شما در استودیو در حال پخش است. از آیه 100 شروع بکنید به تلاوت کردن. او کلما عاهدوا عهدا. تفسیر پخش کرده. شما تعوذ بالله بسم الله بگید تصویر به شما میرسه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولما جاءهم رسول الله مصدق لما معهم كذب فريق من الذين أوتوا الكتاب الله أرادوا فيهم كأنهم لا يسمعون. ماشاءالله. اگر بخواید ادامه باری اول تلاوت کردید. ماشاءالله. نه خوب بود تلاوتتون روان بود. ماشاءالله روخانیتون روان بود کاملا. زنگ دادم. خوبه ماشاءالله. متشکرم از تماس شما. اگه امر دیگری دارید در خدمتتون است. موفق باشید. الله تعالی شما را بکنه. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی سلام علیکم. روخانی قرآن کریم بفرمایید. بیننده گرامی صدای ما را از تلفن بشنوید. سلام بر شما بفرمایید. سلام علیکم بفرمایید. سلام. سلام بر شما بفرمایید. سلام خیلی تشکر من شما متشکرم لطف کردید. خودتون رو معرفی میکنید؟ بله نسیم علیزاده افغانستان فعلا. جناب آقای علیزاده لطف کنید از تلویزیون فاصله بگیرید که صدای شما در تلفن که برمیگرده و دچار مشکل میکنه ارتباط رو. از ابتدای صفحه شروع کنید به تلاوت کردن. بسم الله. یا صدای تلویزیون رو ببندید. صدای تلویزیونتون رو ببندید برادرم. صدای ما از تلفن بشنوید. انشاءالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة
من الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هم بمزحزحه من العذاب إذا شخص معلوم نمیشه. الان من العذاب أن يعمر ادامه بدید. از کدوم؟ همون آیه 96 رو از همونجا که فرمود لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب. لو يعمره 1000 سنة. بله ادامه بدید. أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه أن يعمر بما يعملون. احسنتم. برادرم فقط در آیه اول دقت بکنید که چند نکته رو مد نظرتون باشه. در آیه 94 روی تلفظ کلمه عند الله لفظ جلاله پر خوانده میشه. اینجا عند الله نشه، عند الله، چون ما قبل لفظ جلاله فتح است پر خوانده میشه. در کلمه در آیه 95 هم اول آیه ولی یتمنوه، ولی اینجا نون تبدیل میشه به یا، ادغام صورت میگیره ولی یتمنوه. در آیه 96 هم احرس الناس علی حیات، اینجا تنوین تبدیل میشه به واو علی حیات و من الذین اشرکوا. و در پایان آیه هم من العذاب، کلمه عذاب اینجا پر خوانده نمیشه، عذاب نمیشه، عذاب، من العذاب. متشکرم از تماس شما. ممنونم. دست شما در نکنه. ممنون. موفق باشید. الله تعالی خود حفظتون کنه. بیننده بعدی. سلام علیکم. روخانی قرآن کریم بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خودتون معرفی میکنید. نامتون چیست؟ زهرا. زهرا خانم. ماشاءالله. عمو جان کدام سوره رو تلاوت میکنید؟ الرحمن. سوره الرحمن. سوره الرحمن رو میخونید. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله. بسیار عالی بود. بسیار خوب بود. احسنت. ما شاء الله. متشکرم از تماس شما. تشکر میکنم. برادرم قرائت میکند. برادر شما. بسم الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. عمو جان نام شما چیست؟ محمد یاسر. محمد یاسر. ماشاءالله. کدام سوره رو تلاوت میکنید عمو جان؟ کدام سوره رو میخوانید؟ الم نشرح. سوره انشراح. بسم الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي
ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. احسنتم ما شاء الله. محمد جان بله بله چند ساله هستی محمد جان؟ 6 ساله. 6 سال و نیم. ماشاءالله. تشکر از تماس شما. خواهرم تلاوت میکنه. خانوادگی امروز میخواید بخونید دیگه. بسم الله. السلام علیکم. علیکم السلام عمو جان. نام شما چیست؟ السلام علیکم. علیکم السلام. نامتان چیست؟ نام یسرا مروری. یسرا. ماشاءالله چه نام زیبایی. یسرا خانم کدام سوره رو تلاوت میکنید؟ الحمد. الحمد شریف. بسم الله. بسم الله یسرا خانم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. برادرم قرائت میکنه. برادرتون امروز گفتم خانوادگی تلاوت میکنید. ماشاءالله. احمد جان بذار که این خانواده خواهر برادرها تمام بشن بعد ان شاء الله. احمد جان میگه وقت تمام شد. بسم الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. نام شما چیست؟ محمد عرفان حسن. محمد عرفان حسن. ماشاءالله. محمد عرفان جان کدام سوره رو تلاوت میکنید عمو جان؟ ماعون. سوره ماعون. بسم الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق الله الجبار العظیم. ماشاءالله چه ابتکارات جالبی هم دارید. الذين هم عن صلاتهم ساهون. تکرار کنید. الذين هم عن صلاتهم ساهون. احسنت ماشاءالله. محمد جان چند ساله هستی شما؟ 7 ساله. 7 ساله. ماشاءالله ماشاءالله. تشکر از همه شما خواهر برادران. تشکر. کسی دیگر هم هست؟ تشکر از شما. متشکرم از شما. جزاکم الله خیر و حسن ختام برنامه این 4 تا خواهر برادر ماشاءالله دستگل بود. گرچه که بزرگترهایی که تماس گرفتن گوشتی رو به اینها دادند اونها هم باید میخواندن، مهمتر اونها بودند، اما به هر حال بازم به همین قدر اکتفا میکنیم. من فقط احمد جان 1 دقیقه دیگه به من اجازه بده که سوالی که خواهرمون پرسیدن رو پاسخ بدم. درباره به هر حال فرمودن که تلاوت استاد قاری مشهور شیخ مشاری العفاسی رو گوش میکنن. حقیقتا دیگه ایشون نیاز به تعریف نداره در علم قرائت و در تجوید. ایشون خودش یک استاد هست و یک قاری مشهور هست، پرآوازه هست و 10-15 سال از عمرشون رو ایشون صرف علم قرائت و تجوید کرده و به هر حال که بدون شک یکی از اساتید حال حاضر قرائت در جهان اسلام هست و هیچ شکی در این نیست در تلاوتشون، در تجویدشون و هیچ مشکلی نداره که شما تجوید ازشون یاد بگیرید. فقط در بحث حفظ قرآن کریم اگر میخواید حفظ بکنید من
توصیه نمی‌کنم که از روی نوار گوش بکنید و حفظ بکنید، چون اون لحن در ذهن شما میمونه، حفظ شما رو مشکل میکنه. اما اینکه به هر حال در آموزش تجوید، ولی این ایشون یا اساتید دیگری که هستن بحثی در ایشون نیست. الخصوص ایشون که تخصصی رشته تخصصیشون قرائت است و سالها در مصر و در حرمین مشغول تدریس به هر حال تعلیم علوم تجوید و قرائت قرآن بودن و خودشون هم مراکز در این باب دارن. شکی در این نیست که تجویدشون ماشاءالله خب استاد همه ماها هستن. من تشکر میکنم از همه شما عزیزان که تا این لحظه برنامه خودتون رو یاری کردید. تشکر ویژه از دوستان اتاق کنترل، همه عزیزانی که تماس گرفتن، همه عزیزانی که به هر حال بزرگواری کردن و در این برنامه شرکت کردن. ان شاء الله که عمری باقی باشه در برنامه بعدم در خدمت شما عزیزان باشین و من معذرت خواهی میکنم از همه عزیزانی که پشت خط موندن. تراکم تماس‌ها بسیار زیاد هست و هر چقدر هم وقت برنامه رو زیاد بکنیم باز هم این مشکل تماس‌ها رو ما داریم. فقط خواهش من این هست که باز هم عزیزانی که تماس میگیرن تماسشون بس میشه، ما رو در تنظیم وقت بین بینندگان یاری بکنید. تشکر از همه شما. در پایان از الله متعال برای خودمون توفیق ایمان و عبادت تا آخرین روز حیات رو خواهانیم.